به نام خدا میخوایم اعداد مختلف رو با هم جمع و تفریق کنیم. به چه صورت؟ خیلی روش آسونیه. کافیه ما عدد Z1 و Z2 یه بار مقاومت رو با هم جمع کنیم، یه بار از هم کم کنیم. مثل بقاطعی با هم جمع، یه بار کم. خب Z1 3 به علاوه 5J. نگاه کنید 3 به علاوه 5J. همونطور که میبینید این 3 این هم 4. اینا هر دوشون چیه الان؟ مقاومت. 3 به علاوه 4 چند میشه؟ 7. خب سلب چیه؟ 5. خازن چیه؟ منفی 2. البته هم خازنه چون منفی داره. 5 به علاوه منهای 2 این خودش منهای 2 مساوی با منفی 5 منهای 2 3. پس 3 به علاوه 4 7. 5 منهای 2 3. این باز هم کم میکنیم. 3 منهای 4 منفی 1. 5 منهای 2 این خودش منهای چون خازن بوده. منفی در منفی مثبت 7. یه بار دیگه میگم 3 و 4 رو با هم جمع میکنیم اینجا 7. باز هم چیکار میکنیم؟ کم میکنیم که منفی 1. تو ماشین حساب بزنید. 5 یه بار جمع میشه با منهای 2 میشه 3. یه بار کم میشه از هم میشه چند؟ 7. یه مثال دیگه. Z1 1 به علاوه 2J، Z2 6 به علاوه 2J. مقاومتش اینجا 1، مقاومت اینجا 6. صرف اینجا 2، صرف اینجا هم 2 چون هر دو 6 شدن اینجا مثبت شدن. خب یه بار مقاومت با هم جمع میکنیم میشه 7. یه بار هم کم میکنیم منفی 5. 2 به علاوه 2 4. 2 منهای 2 3. پس یه بار اینا رو با هم جمع میکنیم 7. یه بار از هم کم میکنیم منفی 5. 2 به علاوه 2 4. 2 منهای 2 0. خب مدار اینجا وقتی شو 7 به علاوه 4 کلا مدار چیه؟ صفریه چون اینجا مثبت شده. ولی این مدار چی؟ منفی 5 به علاوه 0J. آیا مقابل منفی ما داریم؟ خیر. پس این مدار نه صفریه نه مقاومتیه نه خازنیه. هیچ مداری این نیست چون مقابل منفی ما نداره. برای تمرین Z1 برابر 9 منهای 8J، Z2 6 به علاوه J. تو دفتر بنویسیم مقاومت و صرف خازنش رو مشخص کنیم و جمع و تفریق رو انجام بدیم. نگران تو شما یادداشت کنید.